محمد لاهوری میگن اگر میگه تا میگه ایمان در ریشه تو نداوم باشه، تو اگر ملت باز باشی تو حال یک مسلمان نشیده. ملت ره نمیره. کلام ملت که خواه روس از خواه، نیمس از خواه، فرانسوز است، چی که باشه لا اله الا الله محمد رسول الله گفت وای برادر ما شما است، وای اکی ما شما است، وای دادر ما شما است. الحمدلله چنان مسلمان است. الحمدلله بیادت شکر. من دعوای پیغمبر ملت بازی نمیکردن که صحابه فارس بود، روم بود، نیگر بود، چند ملت وجود داشت در بین صحابه، یعنی دیگه دوست نداشتن. حتی سلمان فارس پیغمبر بزرگوار برای زبان تاجیکیش گفت سلمان از خاندان من است. همه سلمان دوست نداشت. صحابه گفتن یا رسول الله، گفتن این زبان عربی نمیدوند، ما فارسی رو میتونیم. گفت بچم دهن تکشو، نهانشک شدم دعوی دهنشو گریف پرداخت. حضرت سلمان عربچه گپ میزنی شد. حتی از عرب بینه سلمان که دید مسیحیت میکرد، جهاد خندق نه، سلمان فکرش محمد گرفت. صحابه کم بودن، کافرها زیاد بودن، گفتن چیکار میکنیم؟ سلمان گفت که محمد گفت بیا، گفت عکاب میکوبه. همه جا اسلام هایی عکاب کوبه که مثل دولت یاد دیستیم. گفت همین جای جمع مونه، گفتن میدان جمع مونه اطرافش عکاب میکوبه. گفتن محمد نمکل شد. حتی پیامبر اسلام هم گفته میتین زدن، عکاب گفتن غلبه کردن. این کی بود؟ میگن فکری حضرت خدا خواهد سلمان فارس بود. ببینید محمد نگفت که از تو تاجیکی تو در کار نیستی، فکری تو ما عربا پیش نگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی ملت بازی نمیکرد. ما از دیگه گفتیم ملت بازی ریم. قرآن در دیگر جای قرآن ان شاء الله سوره زمر چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خدا میگه ای بندگان من، ای انسان ها، گفت اینه تمام مردم دنیا، یکتا برای یکتا عرب، یکتا برای فارس، خداوند تاکید نکرد، گفت یا عبادی الذین، ای گفت انسان ها، ای جاندار آدم ها، ای بنده ها، اسرفوا علی انفسهم، گفت شما هیچ گفت گفت از رحمت خدا ناامید نشید. بینید همه گفت، همه دنیا خداوند چیکار کرد؟ اعلام کرد. یعنی از رحمت من گفت ناامید نشید. البته خداوند همه گناه ها را مغفرت میکند، همه گناه ها را انشاءالله مغفرت میکند. البته خداوند چی است؟ خودش انشاءالله مغفرت کننده است. خودش الله سبحانه و تعالی چی است؟ غفور و رحیم است. الله مهربان است. عزیزان من ببینید ما از رحمت خدا ناامید شیم. همین آیت دلالت میکنه که کسی که از رحمت خدا ناامید نشود وای کافر است، ایال نبرا، وای از دین اسلام بیرون است، دینش از دست میتید. عزیزان من هزار گناهگار باشی هم امروز توبه کن، توبه نصوح کن، توبه دروغ نکن. خدا نمیگه در سیز بالله یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبة نصوحا. توبه نصوح از قلب توبه کن انشاءالله خدا خواهد. توبه صادقانه کن، توبه کاذبانه نکن. ولی اکثر باهاش نماز نمیخونی، رسی هم اله خدا خواهد نماز جمع کرده میپرده بعد گویا که خدای رسی دیگر داشت طلاق نمیگیره میخونش از خدا خواهد میگردد حرام و حلال. چی خواه زنا میکنه، چی خواه کاشه میکنه. گویا که او خواه روسا یا که دیگر ملت ها بنده خدا نیست، اینا خیال میکنه باید بنده خدا است انشاءالله خدا خواهد. ولی وقت فیلم میکنی از تراز زده ساده، از مال زده ساده، بار داده ساده، باشه خدا خواهد دزیده فروخته است، همش حرامه برایت. 10 تا سیمین که گم خواندن صرف که 5 تاش دزدی فروش خوردگی در گوشتی خوب هم حرامه. پگه نوروز که آمد از بالا دعوت بکنه
انشاءالله پیش محکمه سعودی نه از بالا دوام میکنیم بود که دانستن ما در خیانت کرده از تراز سعودی بسیاریش بالا فیله دارن انشاءالله بالاش دیگه ارتش دیگه دارن همه این گناه هست یاد نبرید خدا خران وعده کرده است ویل للمطففین وای بر حال آنانی که ترازوان هستند الذین اذا اکتالوا یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون خدا میگه وقتی که به فایده خودشون میگیرن پول نکرده میگیرن یک کیلو باشه یک کیلو 100 گرم که 300 گرم که زده میگیرن دیگه وقتی که به فایده مردم میفروشن کم میکنن تروزه کمیشه تشک میکنه سنگ درش میکاود نه انصافی بدبخت وقتی با بنده که بسته پاچی که زیر میکنه خلازده گورد میسوزن قطعی نظر کیم نمیفروشیم از خدا بترس نماز نیست اگر نماز خون باشی و حقی مردم خود باشی حرام خوردگی میشه نمازتم قبول نیست بدنی پاک فرض است بدنی پاک فرض است وقتی که حرام خوری چه روز خداوند دعا اجابت نمیشه چه روز آدم پاک میشه لباسی پاک فرض است ولی لباس خرید او پول خونه پرسوده شده بیچاره زنت به خبر زنت خورده شده بچه‌کچات خورده شده ما نبت من الحرام اولا بالنار امر حدیث کسی که به حرام تربیت آبادانش و این دوزخی است باید ما مسلمانان نسبت به اون مرد باشیم و یاد فریب نکنیم و یاد خدا خواهد انشاءالله بکن ترازو بان تا که سودا در این جامعه نکنه اینه که حق حلال فروش حق حلال سوداگری کن حق حلال کار کن حق حلال مهنت که انشاءالله خدا خواهد جاد جنت است گرم جنت تا 5 وقت نماز بخونی انشاءالله خدا خواهد همونجا هم گناه نکنی انشاءالله خدا خواهد همون آدم ها را حرمت کنی عزت چه بجا بیار از خدا تزرد نکنی انشاءالله جنتی هستی که خلافی نکنی چی؟ دوزخی هستی رحمت خدا نامر نشد انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی رحمتش همه به میرسد همین دنیا نمیدونه خداوند 100 رحمت آفریدگی است یک تاش در همین دنیا است خلاص 99 تاش روز قیامت است انشاءالله روز قیامت 99 تاش که استفاده ببره یک تاش نما شما چقدر رحم میکنیم همه را خدا رحم میکنه چی کافره چی قطعی نظر ملت باشه روز شداسته عمر شداسته گفته شداسته الله رحمتش بسم الله الرحیمش یرحم العباد من بدایت الی نهایه میگه رحم میکنه میگه بنده ها را از یعنی تولدش تا انشاءالله مردن شد نیکی رحیمش روز قیامت فقط برای مؤمنان برای کافران نمیاد برای مؤمنان انشاءالله خدا خواهد مغفرت میکنه برای کافرانه دیم سیک وعده کرد 5 مینوت دیگر صحبت میکنیم جمعه دیگر دوام میشه انشاءالله درباره دروغچی دیم 70 حرامات یک تاش دروغچی است افسوس که امروز تمام دنیا را دروغ فرا گرفت یا نمی مثلا در همین نماز بامداد صحبت کردیم برادر گفتی داملا جان گفت راست میگو بالکل همه دروغ گفت این کسریت که لیچینه کرد نکن نمیدانم فقط کسری لیچینه ترسی خدا است خلاص اگر از الله ترسی انشاءالله خدا خواهد دروغ بگو میکنی نه ترسی الله آوره نشو پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم چی گفتن الکذاب لا امتی همین در خاندان نیستمون در پیشتاخ در خانه چای خونه نیستمون که دروغگوی امتی من نیست تمام بس است گفتی محمد ایرانی میگه یک نکته بس از هر کی شعور است ورنه چراغ پیش کور است آدم میگه با عقل با دیانت ایمانداری خدا ترس نه انمی چیز کفایه میکنه میگه تمام شرط نیست میگه تو 10 حدیث آوردن شرط نیست خدا قد انشاءالله چندین حجت آوردن شرط نیست میگه اگر عقل داشته باشد اگر ایمانی کامل داشته باشد شد میگه دروغچگی همینی امروز بارد بس کردن گفتی حضرت مولوی همه شرمندگی ها از دروغ است یعنی چراغی راستان دایم فروغ است چراغ راستان همیشه لمسکه 500 دلار گرفته مثل در این دنیا دارد این قدر خجالت
اینه از دنیا اگر به دروغ بزنی سپاچی اگر چقدر در خجالت میمونی یا نمی چی باشد هجرت روز قیامت دوله کل قیامت چی که داشت قیامت نه چی میگوی بعد حسن بصری رحمت الله علیه که عالمان بزرگ اسلام است اینه نزد دروازه مسجد شیشتگی بود استادگی بود که یک جوان میگه دوید آمد بی سرم جون گفتن چی گپ است بچه گفتن یک آدم از رقیب در دستش خنجر دارد من تعقیب دارد اومده است من همین مسجد میدرم نگویی با گفت تو دهنی مسجد دور مدو پشتی در مسجد نیستم یک پس گشتم بعد حالا آدم در دست شمشیر خنجر اومد گفت فلان چی رو دیدی گفتن دهنی مسجد نست اومدن کاف میگه بومد گفت نیست که حضرت گفتن هاز همین مسجد اومد دهنی مسجد نست بعد اومد میگه کاف نیافت اومد گفت حضرت گفت آدم نده همین که وقتی من گرفتی دروغ گفتی من چه دروغ گفتم تو همین دور من دیدمش من گفت از من دور من این گفت حالی گفت اگر من این وقت من تو من دستگیر کردم وقت میکشتمش زده برفت نگه این بعد از مسجد اومد و گفت آدم نبلی حضرت چی نبلی گفت بچه من شما را گفتم که ندیدم نگفتم شکر تو که همین راست گفتنی من بود که تو نجات یافتی اگر من دروغ میگفتم باشد من باید تو هم یافت تو هم میکش من هم میکش این راست گفتنی من است که تو نجات یافتی گر سر درام میگه بزرگای سنفتیان راست کن از من شما خدا خواهد در کوچک ملیسه میپرسه فالا دیدمش کن چون میترسی جزاگری جزا شکیده همون دیدی ندیدم گفتی الکذا بیتر دیدی شو تو ببین از هم خشته دخترش در کوچه خدا خواهد میبینی مباد دختری من در آن اخبارات دیدیش پناه میکنی نمیگی ندیدیش با هم یک بچه که دست داد چون نمیگویش که اگر دوست یکی باشی که خفنش یک کپگون کد بالا نمیپری من دوست هستم دختر دلم جا گشته و فلان چی گوش انا دوست میگه بعد این کار گذاشت که رسو حبتش دو بعد خدا خواهد اومده یکم من دیدادمش بود با یک تا در کنت پری نمیزنم این داری شد نگفتی نایصاف میگه یا نمی پیغام گفتن کاری گفتن خطا را پیش از واقعه شدن پیشگیره پیش واقعه صادق شدن پیشگیر پوشیمانی ندارد بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه که تشتگی بودن گفتن من شما را دلالت کنم گفتم به گناههای کبیره گفتن آره یا رسول الله گفتن گناه کبیره چیست گفتن یکیش گفتن به خدا شرک آوردن است و دویم آغشیدن از پدر و مادر است این گناه بزرگه کسی که پدر مادرش ناراضی میکنه جا دوزخه هرچی نماز خونی میلیون نماز خون خدا خواهد انشاءالله ناراضی کردی دعاش نگرفتی از دنیا خدا خواهد ناراضی رو برفتن خاطر جمع کپت سوخت میلیون بعد نماز خون چون هیچ کسی ما گناه تا نمیبخشه دیگه هیچ کس اتش ما رو بازی نمیکنه اگر شما در اتش نمیکنه شما دیگه من بجه اتش را میبخشم اگر خدا نبخشد ایلا و چیت الله میگه رسول الله یوم بازدگی بود میگه 6 ایجاش گفتم با بگم یکی دیگر میگه شهادتی بر دروغ دادن و گپی دروغ زدن رسول الله تکرار کردن گرفت صحابه کاش رسول الله خاموش میشه گفتن القول زور یا شهادت گفتن یعنی بر دروغ دادن که پی دروغ رسول الله چنان تکرار میکرد که ما آرزو میکردیم که کاش رسول الله خاموش باشه اگر از این گناه دیگه زورتر میبود رسول الله یک بار میگفتش میموند رسول الله تکرارن بر تکرارن گواهی بر دروغ و شهادت گپی دروغ گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث متفق علیه خدا ترس وقتم شده است انشاءالله جمعه دیگر درباره دروغ چیزی خدا خواهد انشاءالله صحبت میکنیم درباره حق مردم صحبت میکنیم انشاءالله خدا خواهد چون که داریم یکی خدا خواهد باب حتی دولت حقشم خیلی جزا میگیم نیاز نبرد دولت باری که رفتم که حکومت کرده دولت خدا خواهد انشاءالله دیگر کرده لیکن ناحق اگر مردم اتلت آراش کردید جزات مقرر است
جواب نشود، چون که به مال مردم حقی هم هست، باید همه حقدار شود. ولی 10 کس گفت 10 کس باید حق بر کنی، 100 کس گفت 100 کس باید که تو در یک محله اگر راهبر باشه حقدار کنی. اینا جواب میدی. بازی نیست. عمر بیچاره از گشنگی نونی خواه خورده میگشت. ای ترسی خدا، ای ترسی کی میترسیده؟ 125 دولت اگر یک تا کنوگازه میکرد 125,000 دلار پولش میومد، 125,000 کیلوش میومد. اختیار نکرد. چی نکرد؟ ترسی الله نکرد. نه صحبت با پیام میرسونیم عزیزان من. امید میکنیم که خدا خواهد از این صحبت ها هممون کمبودی اون اصلاح کنیم، داریم زندگی کن و این مون جوانه نشم. یا خدا خواهد جانت بولمد که بعد من فلان میکنم بعد پیستار میکنم، نه تا آدم مردن. لیکن تو اون نگو که من حالی یا شستم و حالی من که 20 نمال خدا خواهد 80 نمیدونم، نه اولا نشو 20 ساله 100 تاش رفته سیموندن. ای حالی خدا خواهد از همین ساعت تا وقت از همین ساعت حقیقت بودتیم. اولا دا خور داشتیم بودش نخوند، نموز پول داری مال داری چیز داری و عراضی کنن. ایلا خدا خواهد روز قیامت ثوابات هم میگیرن در روح میتیان، گناهات هم میگیرن در تمیتیان میگن یک مقصوده دوزخ میره. روز قیامت حقی مردم خدا دامن من انتخاب جمعه دیگر خدا مناسبی ند انشاءالله. اگر تنی سیاحت داشتهشون زنده باشون انشاءالله رسم و عروس خدا خواهد در این باره مکمل کاملا صحبت میکنیم. الله همون خدا خواهد چکا کند گناهون مغفرت کند. البته بی خطا بی گناه الله هست، لیکن در این دنیا اصلاحش کردگی خدا خواهد انشاءالله. در اینجا پشیمان شدگی، در اینجا خدا خواهد حق ادا کردگی. امروز میگه حقی مردم در اینجا آسان است، چون پول داری مال داری خونه داری میفروشی میتیش پگه پیش خدانده چی میتی؟ ثوابات میتی خلاص. همین یک عالمی بهترین صحبت کرده همه قلاش بوده داده. حتی یک گریسته پیش اومد یا نامه من هم کارا کردم. بیان ما میتادش شما رو یاد میتیم انشاءالله. اگر باشد مرده برفتگی باشد بارا باشد، حقش باشد انشاءالله مرده برفتگی باشد صاحب حق نمیتیمش خدا خواهد انشاءالله به او بیچاران ده الله راضی میشه. اگر مرده برفته باشد رسیار نباشد پریده برفته حتی که بیا به طرف زنده باشد میبریش علاج نیست. بوده خدا خواهد دستش داشکی نجات نجات نمیده.